عجب زیباست رشت آن زمین، دشت و کوهش فضای نازنین. چو بادپای اسپش روان، مردانش سخاوت پیشه و جهان پهلوان. با خاطر پاس داشتن عنعنه‌های ملی از قبیل گوشتینگیری، تاریخ 20 اپریل شروع از ساعت 9 صبح در ورزشگاه شهرک غرم وادی رشت از جانب صاحبکاران محلی گوشتین کلان با شرکت پهلوانان نامی برپا می‌گردد. شادیم دیدار پهلوانان برادر کشور ازبکستان را. ازبک پالوانلاری سیزنی کورگانی میزدن خورسن بولامіз. توفها دارد این مسابقات، من جمله 3 شاه جایزه، автомашина سبک‌رو، 10 سر اشتر، 10 سر اسب، 10 برزگا و توفه های دیگر و اینچنین مکافات های پولی هم به پهلوانان